روزتون بخیر دوستان عزیز. بای امروز خوشخبر داریم نهایت و امروز هم رسیدیم. امروز سه‌شنبه 17 ایون $100 برابر شد به 1012 سومانی و این چنین 100 یورو برابر است به 1172 سومانی. دوستان عزیز از شما خواهش در ویدیو یک تا لایک مونین، با کانال ما ابونه شوین. رحمت برای دستگیری. خداوند از شما راضی باشد. شما لایک بمونین، البته خوشخبرهای نغز میشنوین. و کورس روبل امروز نهایت به 129 سومون و 30 درم برابر شد. البته فراموش نکنید که خبر گرفته شد از بانک ملی جمهوری تاجیکستان. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار